دوستان عزیز، این وقت که شما مشاهده میکنین برف است که امسال سال 404 29 قوس سال 404 در ولایت تخار برف باری داره که با پوشش سال تخار ولایت تخار برف بسیار برف خوب و برف قابل قناعت برای مردم ولایت تخار که هم در رسوله ها و هم در شهرها برف باریدن و برف بسیار و چشمه و سخت مردم ایران میخواد که این سال اقسم برف دوباره نزده بودن که هم در رسوله در اشراف قریه و هم در شهرهای برف باریدن. حدوداً 40 سانتی برف باریده، دیگه بیشتر از 30 سانتی گفتن مردم و فعلا تا جایی که ما مشاهده میکنیم در حدود 40 سانتی